معاون اجرایی رئیس جمهور ایران در هنگام افتتاح نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران روی تقویت روابط اقتصادی و عقد قراردادهای دراز مدت میان دو کشور تاکید کرد. محمد شریعت مداری میگوید کابل و تهران باید تلاش کنند تا داد و ستد تجاری و اقتصادی را افزایش دهند و زمینه فعالیت برای تجار هر دو کشور را به گونه بهتر فراهم سازند. آقای شریعت مداری معاون رئیس جمهور ایران در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران در کابل گفت که معرفی محصولات تولیدی در این نمایشگاه مشترک راه را برای جلب سرمایه گذاری ها مساعد خواهد ساخت. من از همه غرفه‌داران در نمایشگاه، همه هموطنان عزیز خودم، مدیران صنایع حاضر تقاضا دارم فروش کالاهای تولیدی رو در این نمایشگاه و عقد قراردادهای بلند مدت و تفاهم‌نامه‌های همکاری رو با طرف‌های افغانستانی خودشون همراه با انتقال دانش و تجربه در نظر بگیرند و فقط به یک همکاری‌های کوتاه مدت دل نبندند و تلاش کنند تا این همکاری‌ها رو بلند مدت کنند و امیدوارم دو طرف هم ایرانی‌ها و هم افغانستانی‌ها تلاش کنند تا موانع توسعه اقتصادی موجود بر سر راه توسعه تجارت و توسعه همکاری‌های اقتصادی رو شناسایی و برطرف کنند. دومین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سازمان توسعه تجارت ایران روز سه‌شنبه در کابل برگزار شد. این نمایشگاه با اشتراک 100 شرکت تولیدی افغانی و ایرانی برگزار شده که در آن 84 غرفه از محصولات ایرانی و 16 غرفه متعلق به شرکت‌های تولیدی افغانی می باشد. در دومین نمایشگاه مشترک 4 روزه افغانستان و ایران انواع لوازم طبی، وسایل الکترونیکی، دستگاه‌ها و وسایل ساختمانی، شوینده‌ها، ماشین‌آلات، مواد غذایی، لوازم خانگی و آرایشی به نمایش گذاشته شده است. اولین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران نزدیک به 2.5 سال قبل از سوی انجمن صنعتکاران و تاجران دو کشور به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل برگزار شده بود که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان حدود 20,000 بازدید کننده داشت. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میزان واردات از ایران سالانه در حدود 1,600,000 دلار بوده، در حالی که صادرات این کشور به ایران به حدود 60 میلیون دلار می رسد. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در مراسم افتتاحی نمایشگاه شرکت کرده بود، بر تقویت روابط دو کشور تاکید ورزید. افغانستان حاضر است که به تمام معنا زمینه گردش سرمایه و سرمایه گذاری مطمئن، سودمند و قانونمند را برای همه سرمایه گذاران خارجی، مخصوصاً تاجران و سرمایه گذاران ایرانی فراهم سازد.